سلام برای بچه. حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ امروز میریم که گرونترین عطری که تو زندگیمون میخوایم بگیریم چرا؟ چون واقعا اهل عطر نیستیم بچه‌ها. یعنی من خودم مثلا عطر زیاد استفاده نمی‌کنم، یعنی حالمو به هم میزنه. خاطر همون هم یه امتحانی بکنیم، شاید اونایی که گرونن خوب باشن. آره. من اصلا که خوبن هرچی گرونه خوبه. مرسی، در اختصاصی برای ما باز شد. فهمید پول داریم. مامی الو 2000 years later. خب دوستان پولمون به تستش رسید. وایستا. باورم نمیشه، اصلا باورم نمیشه. تست زد برامون، میتونین بوشو حس کنین. پولمون فقط به تستش رسید. ولی بوش خداست. حالا که ما دیگه زده حال خوردیم، هوا هم سرده، داریم به روزگار فکر کنیم. بگی چرا همه انگار داره پول میرینه؟ چرا انقدر همه پول داره؟ اکنون دارم قضبیت ما اینجوری کرده. چرا همه پول داره؟ چرا ما نداریم؟ خواهیم باش اینجوری قرار برات پول بریزم. سب کن ببین که گفتم سب میشه. هی دستم اینجوری میکنم، هی بوش میاد، هی اعصابم خورد میشه. بخشه بوش این بدن به شما هم بدن بوشو. عالی. بچه‌ها ما رسیدیم به یه پلی که تو شهر ما اسمش پل نینیم ندلیمه. یعنی پل اینه که چیکار کنم الان کجا برم از کنم وایسی نشونتون بدم. خیلی پیچیده است، میدونم شهر شما پیچیده تر از اینم هست. ولی مسخره نکنید. ما شکست خوردیم، نتونستیم عطر مورد علاقمون رو بخریم. قطعش کن. کانزاشی رو نگاه کن.